شرک در ولایت واژه‌ای جدید. که اگر انسان اهل بیت علیهم السلام را امام خود میدانه و اونها را هادی خود میدانه، خودش را غلام حلقه به گوش در خانه امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام و 12 امام میداند، دیگر حق نداره که جای دیگر بره، از جای دیگر هم از اونجا یاد بگیره، اون را منتشر بکنه. حداقلش این شرک در ولایت این، حداقلش این شرک در ولایت این، و حد اکثرش اینه که این انکسان انکار ولایت اهل بیت علیهم السلام. آخوند الله یاری واژه‌ای جدید و غیر قرآنی را معرفی می کند و آن شرک در ولایت است. باید به این آخوند رافضی و همکیشان او گفت شما اول ولایت را که اصلی از اصول دین می دانید و معتقد به عالم الغیب بودن امامان و حاضر و ناظر بودن آنان هستید، از قرآن ثابت نمایید و بعد به فکر معرفی شرک در آن باشید. الله متعال در آیات زیادی شرک و انواع و اقسام آن را بیان نموده و مردم را از آن برحذر می دارد و این موضوع را با صراحت تمام بیان نموده و هیچ گونه کنایه ای را به کار نبرده است و انواع شرک در دعا، نیت، اطاعت و محبت را معرفی می نماید. اما شرک در ولایت اصطلاح جدیدی است که هیچ اصل و اساسی در قرآن کریم ندارد. الله متعال در بیان شرک در دعا می فرماید فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. و هنگامی که سوار کشتی شوند الله را خالصانه و مخلصانه به دعا می خوانند. پس چون آنان را نجات دهد و به خشکی برساند باز ایشان شرک می ورزند. و در بیان شرک در نیت می فرماید من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. کسانی که زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهند اعمالشان را در این جهان تمام و کمال به آنها می دهیم و آنان در آنجا کاستی نبینند. ایشان کسانی اند که در آخرت جز آتش بهره ای ندارند و آنچه در دنیا کرده بودند ضایع و هدر می رود و کارهایشان پوچ و باطل است. و در بیان شرک در اطاعت می فرماید اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. یهود و نصارا به جای الله علمای دینی و دیرنشینان خود را به خدایی گرفتند و مسیح پسر مریم را نیز به خدایی گرفتند، حال آن که به آنان امر نشده بود جز این که تنها معبود یگانه را بپرستند که هیچ معبود به حقی جز او وجود ندارد، پاک و منزه است از آنچه شریک می‌گردانند. و در بیان شرک در محبت می‌فرماید وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمنوا أشد حبا لله. و دستی از مردم هستند که همتایانی برای الله میگیرند و آنها را مانند الله دوست می‌دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند
اگر شرکی به نام شرک در ولایت وجود دارد، بفرمایید بگویید که در کجای قرآن کریم بیان شده است. اما در مورد سؤال از اهل علم و یاد گرفتن از ایشان، الله متعال چنین می‌فرماید: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس اگر شما نمیدانید از اهل علم بپرسید. و هیچگاه در قرآن کریم گفته نشده است که اهل ذکر همان اهل بیت می باشند، بلکه مراد اهل علم هستند، چه از اهل بیت باشند و چه از غیر اهل بیت.